به عنوان مقدمه خدمتی که در اینجا ارائه میشه رو در 4 کلیدواژه معرفی میکنم: پیش بینی، انتظارات، نظرسنجی و اجماع. پیش بینی سری های زمانی مد نظر است. انتظارات از طریق نظرسنجی های خاص ثبت و سپس تجمیع میشن. منظور از سری زمانی هم هر متغیری هست که ارزش اون در طول زمان ثبت میشه، از متغیرهای اقتصادی و مالی گرفته تا متغیرهای عمومی تر مثل نتیجه مسابقات ورزشی. مقالات مختلف در سایت مباحث رو شرح میدن. چیزی که در اینجا بر اون تأکید میکنم ویژگی ذهنی بودن انتظارات هست. بخش عمده‌ای از تلاش ما در این خدمت فراهم کردن ابزارهای مناسب برای عینیت بخشیدن به این اطلاعات ذهنی است. توضیحات من در ادامه بر این موضوع تمرکز میکنه. ما در اینجا با چیزی به اسم پروژه نظرسنجی سر و کار داریم. این پروژه ها توسط کاربران در سایت ایجاد میشه. 2 جزء مهم دارن: متغیر هدف و قواعد نظرسنجی. پروژه عملاً درباره آینده متغیر هدف هست و انتظارات رو طبق قواعد مشخص نظرسنجی ثبت میکنه. در ادامه فرض میکنم ملاحظات مختلف در انتخاب متغیر هدف و پروژه لحاظ شده. یکی انتخاب شده و میخوایم انتظارات یا پیش بینی رو ثبت کنیم. من قیمت دلار در انتهای سال رو برای ارائه توضیحات انتخاب میکنم. توی این ناحیه کلیک میکنم. داده ها رو ملاحظه میکنید. کلیدهای بالای نمودار مفید هستند. مثلا کلیدهای بزرگنمایی یا تغییر تعداد مشاهدات در صفحات موبایل که نسبتاً کوچک هستند کاربرد خواهند داشت. برای ثبت انتظارات گزینه‌های مختلفی وجود داره. سرراست‌ترین گزینه کشیدن موس بر ناحیه هایلایت شده هست. این ناحیه دوره آینده یا افق پیشبینی رو نشون میده. در این پروژه یک دوره مد نظر هست، یعنی انتهای سال 1404. در پروژه های دیگه ممکنه تعداد دوره ها بیشتر باشه. فرض کنید 90% احتمال میدیم که قیمت دلار در پایان سال بین 100 تا 120 هزار تومان باشه. بر این اساس این بازه رو انتخاب میکنیم. این روش سرراست از قاعده نرمال پیروی میکنه. اگر نامطمئن تر هستید بهتر است ناحیه وسیع تری رو انتخاب کنید. به بیان دیگه اگر ناحیه وسیع تری رو انتخاب میکنید یعنی نامطمئن تر هستید. این یک پیش بینی شرطی نیست، یعنی اگرچه رویدادهای نظیر توافق یا عدم توافق هسته‌ای باید لحاظ بشه، اما به اونها شرط نمیشه. این مسائل باید در شدت نااطمینانی منعکس بشه. البته میتونیم پروژه‌ای را انتخاب کنیم که در اون قیمت دلار در پایان سال به شرط حصول توافق مد نظر هست که اون پروژه ملاحظات مربوط به خودش رو خواهد داشت. در جدول پایین نمودار اطلاعات بیشتری درباره این انتخاب ثبت میشه، مثلا احتمال افزایش یا کاهش یا اینکه نقطه تمرکز در این انتخاب کجاست. اینها کمک میکنه تا اون چه واقعا فکر میکنیم رو در نمودار ثبت کنیم. البته به غیر از روش سرراسته که گفتم گزینه‌های دیگه هم در مقابل ما برای ثبت انتظاراتمون وجود داره. میتونیم صرفاً انتظاراتمون رو با انتخاب یک نقطه ثبت کنیم. در این صورت اطلاعاتی از نااطمینانی ارائه نمی کنیم. همچنین میتونیم بر ثبت اطلاعات به صورت احتمال افزایش یا کاهش تمرکز کنیم. بررسی این موارد رو به خود شما واگذار میکنم. اگر به حساب کاربری خودتون وارد شده باشید کافی است گزینه ارسال رو انتخاب کنید. اطلاعات شما خصوصی هست، دیگران حتی متوجه نمیشن که شما این اطلاعات رو ثبت کردید. البته میتونید اونها رو عمومی کنید یا با یک گروه خاص به اشتراک بگذارید. موضوع قابل بحث دیگه امتیازدهی هست. امتیازها در پروفایل شما ثبت میشه یا در انتخاب برنده مسابقات مهم هستند. وقتی مقدار متغیر هدف برای دوره‌ای که پیش بینی شده ثبت میشه، امکان محاسبه امتیاز هم فراهم هست. بسته به روش ثبت اطلاعاتی که انتخاب شده، اینکه توضیح هست، نقطه هست یا احتمال افزایش یا کاهش هست، امتیازهای متفاوتی قابل محاسبه خواهد بود. اطلاعات بیشتری درباره انواع امتیازها و نحوه محاسبه اونها در سایت وجود داره. نکته نهایی درباره اجماع نظرات هست. در هر پروژه شما همواره به نتایج ترکیب پیشبینی‌ها و انتظارات مختلف دسترسی دارید. نحوه ترکیب اطلاعات هم به نوع پیشبینی‌هایی که ثبت شده بستگی داره.
و اینجا هم شما را ارجاع میدم به مطالبی که در سایت وجود داره. موفق باشید.